سلام، من لیلا کریمی هستم و با آموزش یک ترفند دیگه از اکسل با من همراه باشید. خب ممکنه که یک خروجی اکسل داشته باشیم که تاریخ و ساعت رو به صورت ستونهای مجزا و تفکیک شده به ما نمایش نده. یعنی توی یک سلول ما هم تاریخ رو داریم و هم ساعت رو. اما خب ما به تاریخ به صورت مجزا و یا شاید ساعت رو به صورت یک ستون مجزا نیاز داشته باشیم یا هر دو رو به تفکیک و نتونیم که دستی هم این کار رو بکنیم به خاطر اینکه خب ستون ما خیلی طولانیه و عملا خیلی زمان بر و کار درستی هم نیست. پس میایم یک ستون جدید ایجاد میکنیم. حالا توی سلول کناریش تاریخ رو با همون فرمتی که هست تایپ میکنیم. میایم سلول پایینی فقط و فقط کلید کنترل و ای رو فشار بدیم. همونطوری که میبینید تا آخرین سلول از ستونمون به صورت کاملا درست تفکیک شده. بالا تاریخ رو هم تایپ میکنیم. ممنون که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. تا آموزش بعدی شاد و سلامت باشید.